باش من روی حالی شمبل کن کجاره بعد تو برو ما همچین کاری برگرد برو حالا برامو منه سلام من ترو جان جوده داده سلامتی من ترو به همه دوشگی میچی واسطه برام آشما کو ها همه شیرنی ها من ناکو کجیم بگو بیا می درست میمونه یه کن لیب جایی سبای نهاری کارتا در بوده چه دوشی هرام من باز پریشان تو چه من ترو دربو شیرنی چیزی ورنه یا که شیرنی نامی نگه گوش برام شیرنی بگرم و شمبل چون چنگه پینه جه ما دوشی دیروه شده وار شما نیهته شیرنی کجا بود آن موقع شمبل تر چونه تو پیر بودی میر نبودی ما شایی زاماسی تو پشیمانه والا من ترو تو جا من ماته تو همه گوه مارشگان جنه که تی زاماتی پشومان هنو که ما زامات بوده یه چوک ما ره آدی که ما رو زامات نکو هنو هم که یایی مدام مروارده بری من تنبه کنه چو عجنه حالا من زانم من نکو شیرنیان گفته واش خدا بس بیا وجه بچه شما هنگه نرفتگی و اجه کار جوز بگر وا بوده ته همیدی هنگ ولی لطفا من نماز وانتن واب کفت با اندات که واب مندی آینده تی همش که اجه کن واب بلوڑه بسوچ توی آینده ترک پیر کوئی آینده گم جوشان مروه چی که من درست سرمستران لوٹتا تو واب بکن مروه چی من آب آبرو بری شما شیر نیایده چوشن بله گم بری شمبل با شمبل ها یکی من نندل گوشتی هر و شمبل دی بگه شیرینی دیگه ته پریشان ببه بچه شیه باشه ناکو پیسته شیرنیان گبته یر کده بیا چاره بل چکتی پی نه که زهر کنه کال بکنه نیسته؟ بچه چطوری گپ بگورا این شیرینیانش کجا هشتنی؟ گوشتی ما نوگا قدیمی ازم بله گوشتی زو بیای گوڑ پچه دوار عزت یر کده بلکه باز آرته نکته ها واقعی بلکی کنه بیاره نه جهد کنه او لعب جا مردمانه بگوش سرمسترانه بگوش یاد زید برسیم بچه مزار بچه ندارو شیرکنیان ماشما بزیره بره بله من حیرانم باز حیرانم این شورایان ناکو باران بگو هنچی نبیتگی نکنه هنچو مردم حکم شیرنی جای دانه اما مردم بلکه آب بچه رو ماشما رای نمدید بلکه وار گرانی توی رد داته دوار کلامی زورته ها یا نه آده گپی های دیگه گپی کتش دیگه گپیش کن ها یا همشیگه بیا کشانه عزت لوگو پام دانه بره پا بسته گم همشیگ در پچه بره قدیمی لوگ همشیگه عزت همشی آچکار همشی بوده کنه ایده شیرنی جایی نه شیرنی یکی بلیده تو بچه باره اونه داره توی ندی گانکو لایت روشن کنم منی گانکوان زبر نمیره بلم گانکو چارنی من لایت رو من ایچ کمر بلنده زنگ بنا کباران جنو ایده شیرنی جاوانه شیرنی که ایر کهیده در بی ایشی هم کلام گبته که هیچ نگیبته ای شیرنی ها اگه ببی ایده ورگین همه ناکو یک ساعت از آن گوشه نزوری که ناکو
بیا سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. واجه باران چی حالت؟ مرد چی وشه دیوانی رو چی؟ چون که جا کهتے هم بریگن شعرا زبردست ہیں نه واجه باران سخت شر. واجه هر کار می دستا ببید ما کنه، چه مردمی کار ببید، چه ملکی کار ببید، چه ورنان دلوحشی ببید یا این رشونی بی ما حاضریم واجه. واجه یه من حیالا یه تمامی کار کردار همین نوکی ده یاری واجه گلجانی کارد. شاباش واجه گلجان ماشاءالله. شاباش. سلام. سلام علیکم. خیری؟ واجه ناکو شمبل ندید تو لوگا گوشتی که شایی که را کهتے شمبل؟ ما صبح سر محل شده شورا دفتر که شمبل ما شیرینی خرید کنی. ما وادی که شتوشن لوگا هم نیا بیدینم که یا الله یا خدا. چی؟ اوده بود یه چیز سرگه؟ چی؟ والا سرگه های آهان چو سرگه؟ دروه که بعد چی سرگه؟ من حرامه اوده سری اوده لیت بزن تو چیه سری؟ لیت من نجم شمبل ترسوه کن شب ترسان چیه؟ ما ایده کزه زنگان جنه شمبل چی؟ من لیت جنوب جا من اسبانی که من یه چی لیبی بی باری توی لیبی آه سرمستران بیه ما واجه مالوی بیه ما بزر داری؟ والله بزر چیونه؟ ما مرد ما داشته که باشه مکم منه چو بیای پر شهر که والا جنی نه جنی نه؟ شیچه جنی کمتره دمپ؟ شیچه جنی باتره؟ چه پس دیسته؟ پده بس کنی چه جنی؟ چه شیلانچی؟ چه جنی ده هستی؟ کلام مرو کلام گبته ای ملک آنتری نیستی بچه کن دعا بکنی من لیب جایی سرمسترا مروه چی بیام یا پابرو شو دعا بکنی اوده ماده چیر شیگ گیره تو دیوان انته لیب جا دیوان اوه ما کئی گم پیکرام بجنه ما یہ پس گم پیکرام بجنه مسین دیتے میں جانتے ہیں یا ما دیوان جا لیب جای گا پیکرام بجنه والا من تو کار کود نکنو و شما دان پی دیگه هر دوی کاران بیدا یک کشید خدا کو بلکه ما شما در بوده مرو شما را کپگی وقت کلاتی بازی کنان در دینه وقت پاچن کپگ بگی وقت بسک یعنی بلکه در بوده خدا ات کیزا دویده تاگو می کپگی کپگ یا الله دل دوستو که مرو گاره مکه وابو هم پا آنلان کنه که نرسیده بیا مدیر کل جا بیا من مدیر کل ندیسته بیلی تو ناکو شمبل دانش ما تو ابتای کنی بابا تی کاکا شمبل بلکه هیچ نه کاکا شمبل ملت کار هستنه پیلی کنو وجه گلایش ببین مرسل اگر شمبل واجه دیوان پاک واجهی تو هر جا سوره شمبل انتره این محلو پای گداری ببن و ندارم فرمایی واجه شما علم بکی ورزش باز بهترین چیزی برای صحت واسطه باز بهترین چیزی که شمبل و شمبلی سنگتان یک کار سرانجام داته و ما الله تبارک و تعالی بارگاه امیدواریم که شمبلی لبجا فمیشمی جوانانی واسطه باعث هدایت بیتید و میشمی جوانان که حراب کاران برک کنیته و تچکی راه بپرینیته واجه بپرم درود دیم ده واجه هم شر من پید اگه حال چیز شما رسید من حتما حال بده من پریشان جمع ببون شر الله میاره منتوار یا خدا دیگه باید تا که زنگ بجنم من
چین چون محلو گات که کارمستر رئیس کمال بارن چه کجا تو کلاش پیدا کن ایتی شومی زحمت کجا درو محلو گفت لی پرماتا بابا هم نزانا چند رنده گوانکوب جتا وہ دا ہن نہیں لوگ مردم ہاں پریشان ہیں کجا شده بچه دلگوش کنه منم ما شما دهن نگاه پر شنبلگی معطل بیتگه حتما گپ پیشات که نیاد که ولی من هم دعا کنم شما دعا کنه هر چه زودتر بیان من نزانم یکم باید مزار دودا کجا شدن شما جوانه و تا رو پیش بدارید معیار جلی و مهمان نوازی هم مشم نه 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 حجه شمبل و مزار ادا ببن من وای همچین شعری پر شما واشی الهام بکنم که شما یه جکی مزار کو نامه هم بشموشه یاد کم هرچی گپا منیگو بل من نیل پیرزابای دینم شیایی دیما کم بیت شرمندگ بی ما با توی استاد مربی هم یک کپه که مربی گیری من نزانم نمنی برات دلا دل جمع کن بلکه شنبلی کلا تیم دیسته چود ترسته و تیچیر کته تا چیه گوشه؟ هنچه وجه هنچه تا تمرینان بعدا نویته جنجا من نزانم مرون دیوان بونگیج کنم بعد چاوا دیگه شنبل شامت کنم سک بیواد بیتا بچکان پیسر کپه که بچه بیان رنده گرو ساز و زیموله ما این تو که بلاه واشی گپ پیگوان ترا جا رنده بگن گپ پیروس تو اپجا گو الله پاک ناما واجه سربازیا وش باشته زرد رنگ و محبلا لا اله الا هو مد درونا مد دلا لا اله الا هو چه جن و انسا اشکتا لا اله الا هو چه بلبلا چه شاطلا لا اله الا هو منتواری و دستبندی کنو چه واجه مدیر کل ورزش جوانان چه واجه فرماندار چه واجه رئیس اداره پاکام منتواری و دستبندی کنو و شاید که گوشم شما دهیار و مهمانانی که چه سرباز کلاتا آتکگن گون ورزشکاران و ازمکارانی که مشم محفلا هنی هستن ما گون و دارین چه میا شما رهچار بیتگین مروچی ما گلا بالین که پیرزباد زیبناک و دولدارین مروچی پیرزاباد و کلات لیبه انگلا کینگی نوٹو پوجیاند ملی کشا نشتگا لیب برجم دارک بیتا واوا شاباش کلات شاباش پیرزاباد باز وش لیب بگی دو نپا ٹکر تگا یک پیرزابادی یک کلاتی جاتی مروچی اور ریستگی کلاتی بچار ریستگی کلاتی نہیں آدگر ریستگی پیرزابادی بچاؤ اور ڈھٹیں کلاتی بچاؤ بچا چور ٹکر تگا جتی کوشتی اور ایک گیری کوڑ جنے گے دو بار منی والا وہاں بیں جتی کوشتی
لپین تی بدبخت کشتی پیرزابادی دردین تیم هنوگی پیرزابادی شلگین تیم بچه هنر دست اول از دست اول فروشگاه و نمایشگاه فرش ماهور عرضه انواع فرش‌های 1200 1700 شده در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع فروش اقساطی با بهترین شرایط زاهدان میدان مشاهیر نبش بلوار بهداشت سرابان خیابان امام خمینی رحمت الله علیه روبروی بانک ملت فروشگاه فرش سپاهی فرش ماهور گسترده تا دور مردم وجه هنچو زو گوش نگیم نورس شان ارکم بیار ما هنچو گوش نگم بچه هنی وره به وحده که تو وره؟ نه کجا این شمبل هر رویش یه شهدینی دعوا کنه یعنی که پره جور کنی مروچه هنشی واجه روچه 10 بار ورا کوا شهرین کوتیان شما ما وارتیم شما روی چه بیسی بر شان پچه کوا دوباره ناکو تبزو شبزو بور یکی بور تو tak başı. Tamam vaştiriyen şahidini. Her vakt hazır enti diye mi? Lugi eğer şahidiniz, uludan delcebi şaminiz. لبخندتان را زیباتر کنید. خدمات نوین و پیشرفته دندان پزشکی در ساختمان دندان پزشکان سپید. زاهدان خیابان دکتر شریعتی جنب پست بانک. سیما آگهی نمایندگی انحصاری پیام‌های بازرگانی صدا و سیما به نشانی جدید انتقال یافت. زاهدان خیابان دانشگاه سراح دانش ساختمان صدا و سیما تلفن تماس 33 41 89 99 سلام، کلی خبر خوب براتون داریم. ارسال رایگان، قرعه کشی، قیمت مناسب و کلی خبر خوب دیگه. فقط کافیه گوشیتو برداری، با همون تماس بگیری و از دنیایی از قطعات خوراکی ماشینتو سفارش بدی. خیلی زود بسته‌بندی میشه و میتونی چند دقیقه بعد در خونه تحویل بگیری. با لوازم یدکی 7 خیال ماشینت تخت. شهرک کارگاهی میدان فنون فروشگاه لوازم یدکی 7. شرکت محصولات غذایی شهدین تولید کننده رب انواع کامپوت و کنسرو مربا و ترشی با احترام به حقوق شما مصرف کنندگان گرامی به روزترین تجهیزات و ماشینالات و آزمایشگاه‌های مدرن را به کار گرفته تا محصولی با کیفیت را برای شما تولید نماید. ما بهترین ها را برای شما می‌خواهیم. شهد زندگی با شهدین. فروشگاه لوازم یدکی 7 شما را به تماشای ادامه این سریال دعوت می‌کند. چه شمبل نه؟ بله برای ماهانه.
مردم اشتغل جای این سنگت دون بی پاچل پچ بازی کن شهر بو که ما نشد همشه پیرزابادی کلاتی لبه واجه کینگیو نوٹو پوی سنگتان کنگلا شملی کرنشتگا همو لب برابر بیگی پیرزاباد کلات دیم پدیما افسوس پیرزابادی دادین تیم و هنوگی تیم بچه بجنی نه بجنی کلاتی دیم آئے پیرزابادی دادین تیم مروچی تیم شاباش دوی تیم لبه افسوس مرتگه یار جان شاباش می دنگران دیکو دیم دم هش شاباش بران تیس کن جان لگی توی زنده آی همانم بشانی که کپی اسپیلاپ بی هم دا هش شاباش منی دیگلاپ گو هش شاباش پیرزاباد منی حالا هار داتا افسوس الاس منی حالا مروچی ما هار داتا تیم برگه کلا دیمای جیان توش من رو 3 ماه تمرین کتا ایشم بیا یه تیم برو یرکب ماشین موتور مردم صد این که علم تو اکان شمبل بیرتر روڑه هنو روک بغیر چه بیعزتی چیزی نی کجا بیرتر ره؟ بچه او چکانه بچه سماتا بو ره اینو راستین گپ بجنی حق راستین گپ بجنی ماش ما دیگه نه شهر بچی راستی گپ پرن کنه نه ماشه مارو باندو زندان کتا خود بچاره ره من آیام دو باندات چی بیتی دیگه را بل بسوه چی؟ بل دیگه چیزی ماشا و پشیری رابطین چو بوده اگه ناکو بارم مهماشوانایی نکو تگتن تو شیری نگرد تگه برو چون بکن برین یا نه واب کپی من چه واب گرانه بره یا خدا تو مار مدد که یا خدا می آبرو بزو شمبل بیا بی عزت به شاباش انت شمبل شاباش انت مرد کجا این مقصد دیراک چیه تو کجا بیتگه کیا ترحک هسته این چوکن دیوانیه یا خدا بیابرو بود تو چون بود خدا ازان لوٹتو واجه عزت بو لوٹتو شراب دارین دیوانی بی رب تو شیرنی بیارم من چیه زن چو شبی را شیرنی بیارم گیرم که هنچنج با بعد تره گوشون چی بوده کپک حالانو بده آبه کپک پولتا وادی یه واجگاه درترین ایدانه وادی که تا سرمربی ایدانه کپک کجا رسی توشه بیا بچاری آیا بو تو جلدی کن برو آماده به جلدی که برو دودا 2 سال تو کار کتا بچارم چیه کنه برو هرچی کنه چی کردیه رنج چشیاب تی سازو زیمل تیمه رنج کپکا برو تو آماده به وقتی بچه که درستانه بسه کیم بگو چی بکنه یک تیتی برنامه بکن برو ردم دلون نبی چون بکنو هنو برو شمبل دستی سردی ما کش زود که جلدی کن دستی سردی ما کش برو بودا سرمسته رات که گن درات که تی شیرنی کجا تو پچی دست حالی یاد که گه مدیر کل حتا راست که رئیس شورا بچه با چون بویا خدا من چون ببینه آبروی پچی رو وا شمبل وا شمبل یه وجه السلام علیکم جوری نکوز جوری وجه
واجه مدیر کلی وجه جادی واشی سلامتی واشهتی وجه باز واشهتی سلام علیکم جوری شما دادی باز واشهتی وجه باز واشهتی شمبل و قدیما گوشتهش سر برو تو کال مرو تو کجا بوتگه این کسه چیه مرد واجه کجا بیتگه تو ملک کماش مستر شورا درست لوٹانے تگا اور تو گاره ودت لوگ مردم ها پریشانه ناکو رنده تر شمبل قرار چیه میشمی قرار شینهت که شورا که اون که مهمان شوینایه چوینه کب ما همچین جایی گیر بود تگم بهادرم شیرنی آقای درو چیز برابرم بل تو بگو این شربت و شیرینی چیه بود؟ شربت شیرینیان که صحب بکن می شورا قرار تی مهمان شوینایه بگی شورا هیچ می تو کاری مردی وجه مترزم تو شورا بل برو ودا باکو بجان لوگ مردم پریشانه अरे बेन ना मचा कुछ पैदा की इशू शान से कुछ पैदा अरे वो दो चीज बर्बाद भी हमारे दूधार वाह वाह शाबाश दूधार बिया दूधा जान के पिरजाबादिश बो बिया दूधा जान दूधार कगनी शंबल रुचकार है याद का आखिरी अच्छा नहीं दूधा जान नहीं बच्चा ठीक है बच्चा पिछली लौट कब गिरी वाह पिरजाबाद वाह शाबाश पिरजाबाद शाबाश खेंगला शाबाश शाबाश शंबल जान वाह पिरजाबाद मैं तो नबर काटी वाह शाबाश पिरजाबाद پدا استان مهمانان و شاد که باشم که آد کم مشمه ملکا و کنجی چه یه مشمه ملک دید بلوچ ما بلوچستان میگند بلوچ ما بلوچستان میگند نه کسی گلین سیستان میگند الله میارد تیم پیرزباد و سرباز کلات بلی که پیرزباد تیما کٹه تو برتی بله می چمانچه سرباز تیما برنده اید شما چاپی بجنشان وستا انی اگر باری هم ببیته ما دعوت کنیم چه گروه موسیقی و رقصا که واجه مزار تشریف بیارید ادا و وطا پیش بدارید چاپی بجنی وستا نگاهی به او کرد و گفت من میخواهم با میکروب ها بجنگم تو آنها را اینجا ندیده ای؟ گنجشک جواب داد اینطوری که نمی شود تو باید خانمارواره یواشتر بگم پش کبتگم خوب ندرون دوباره یه گوشون بنویسی اما خرس کوچولو به بقیه حرف های او گوش نکرد رفت تا به بچه فیلی رسید بچه فیل گفت اگر میخواهی با میکروب ها بجنگی باید اول دستهایت را خوب بشویی شر انتهم دا بسه سب کنی رند و چارونش شمبل جانی گوشی زنگ بارگه مگه شمبل گوانکو حرابه؟
الو شمبل تو کجا بیتگه؟ صد رند من گونگ جتگون تو کش من چه پریشانی؟ تو بگیر مروار جان قبرستان بودرم قبرستان پرکی نکو هنچین جای بند بوده اون که خدا ازان 100 بر الله اکبرم کرده که یا خدا مایده برکه مودو حرابم بلم بسوه چون میشمی قرار کتی بچید دوشگه قراران چیه من چین که گوی ای شیرنی و مهمان شوینایی بیا شورای دسته ناکو جان سلام علیک و علیک سلام بیا ای شیرنی ها بگیر بیا میسر برز بکن دیم مهمانا هنو یا شیرنی هیچی نیمین سر جهلی هنو کنه بوده تو پریشان مبه چه بکنم آبرون را سرون جهلم بیا مردمان بچه کیامت ایدا سرمستران رهتگم مردم رهت شیرنی نی کی سر جهلم منی تا معبره کنو یا مروارده برون تحدید چیه منی یا مروارده برون تی برک تحدید منی هنچو میز میر و سرداران نشته تو و تی هوش و ساره پر لب بکن که پواشی حلاس ببین تو شمبل واجه کیا تر لوٹگه کیا؟ شهرم برو تو باور که سران جهنه باور که نزانم چی جواب بدم هنو سرمستر من چیه گوشی تی حیالا دیگر رندی منی سرا بروسه کن که 100 سال من دور دندره گوشی چی ود کول کراری شه زبان نیسته نتونی شیرنی تیار بکنده مرواره دلو حال کن هیچ چیزی نه هنو مردمان رهته کن هنچه واش خدا پس یوم دور گپ بجرم الله میاره ملو ملشلی داغانی بانور تو منی وابانی بانور منی وابانی ملو ملشلی داغانی بانور تو منی وابانی بانور منی وابانی ملو ملشلی داغانی
وشن باز وشت می دیوان مروی چی شما لیب و ساز و زیمل و دوچاپی درو دیتن این درو چه یک زحمتان تن یک جوانی هنچین شما جوانان دار آیی هیچ کس نه بگر چه واجه شنبه روچکار آیی که بازین جهد و کوشستانت که مرچگی محفل اداچو دارگ بید ولی یک چیزی هم مشون آیی که سنگتا هم باز جهد و کوشست کتگا یا چاپی بجنشان بیست کیا نامرد من نام تپاچندگی من نام گرگون آهانچه چه واجه نوٹو پا دستبندی کنو پہلی لوٹو واجه پیروز گون سنگتانی چاپی بجه نشان وستا من اتورش میں چاپونی واجه یہ واجه کیا وقتی لائکیه که من تعریف توصیف کود دیگه ما اینچه تعریف که توصیف قابل و نه ما چیز همه جتا یہ کار کتگان در بچه کار کتگان او نباید هم واجه کیای من نام بگفتیم پرچه که ما را وقت گلایی و وقت پیشداری وحش نبی منتوار واجه وحش منتوارم هنگی مرچین لیب و ساز و زیمال درو شما دیتا یه درو پا یه حاطراتن که شما درو بزانید که می جوانان سرباز و راستگیگان چین چو توانایی هستیم که آتوانان سجین کوهان و گران دیما بروان و کامیاب ببنتیم هنگی تیما دعوت کنون چه واجه مدیر کلا که مشمه مهمان خاصی ہیں که آئی بیت دار تلو سرا چاپی بجنی به الله پاکی ناما عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما مردم خوب و شریف و جوانهای پرشور استعداد روستای فیروزآباد اجازه بدید که قبل از هر چیز خوشحالی خودم رو ابراز کنم از اینکه امروز در جمع شما هستم در این لحظه خوب و همچنین من واقعا باید بگم که امروز واقعا شوکه شدم از اینکه تو این روستا با این امکانات کم یک همچین برنامه‌ای با این کیفیت برنامه‌های خوب هنرمندان واقعا نمیدونم چی بگم خیلی فراتر از انتظار من بود ما جاهای زیادی رفتیم برای افتتاح ولی این چیزی که امروز این برنامه که امروز دیدم خیلی فراتر از انتظار بنده بود و امروز من به یه نتیجه‌ای رسیدم اونم این که یه روستایی که میتونه اصلا دیده نشه حالا یه روستای دور افتاده به 1001 دلیل امکان داره و میتونه که خودش رو مطرح کنه یه روستایی مثل روستای فیروزآباد من جا داره که همینجا مراتب تقدیر و تشکر خودم رو از یکی از جوانای خوب روستای شما جناب آقای شمبل روزکار اعلام کنم احسنت واقعا آفرین به تلاش این جوون که تونست با پیگیری خودش واقعا این سالن ورزشی رو به اینجا برسونه بنده و همکارانم تصمیم گرفتیم که حکم سرپرستی این ورزشگاه رو به نام خود ایشون بزنیم و امیدوارم که بتونن خیلی فعالتر از قبل اینجا رو اداره بکنن خب دعوت میکنم از جناب مولوی حافظ اربابی معتمدین گرامی و اعضای محترم شورا و همچنین دهیار عزیزمون که به جایگاه تشریف بیارن جهت اهدا حکم سرپرستی همچنین خواهش میکنم که جناب آقای شمبل روزکار هم با تشویق‌های شما به جایگاه تشریف بیارن به افتخار باران یه منت نشان تا بود دستان بده شمبل که شمبل تی زامات و چوکت بدید تی دستم بده باشنامی تی و تیگه تو کماشیه بارین چیه کنه
همین لوک تا گفته گا برو بدهش بوده دکانه بگو من چوکی پوشی کی بده باری تر دیانتی گو گرمین و لحرین سلام و درود و درحباتی پا شما واجهان که مروچی ما رو عزت داته و می دیوان آت که من نزانم چی بگم شما باز گلم ای بابتا که مروچی می مدیر کل ورزش جوانان استان آت که شی باز پا ما پهری خبری که ماری لایک زانته و یک کندی یک روستای مرزی ای واجه آت که و زحمتواری کرده یک منتواری چه رئیس ثروت مدنی راست کم بکنم ما واجه باز دل سیاه کرده هنو که گنده گون و چاره گونی زانو که چه منی بازین تکرمان ای واجه باز دل سیاه بوده من دیگه گپی نیست من تونم بگوشم که یک جوان یا به من یک جوان یا باور بکنی من مروچی که ده هوشتاتگم من باور بودتگم و من وقتی بچکان باور کرده برو هانی باران دیم بگیر هر خبری دبشی دریه شی باز بود بروزنی انا شیلیان نام گفته الله مارکن دیما چی نه چوک تو فکر کنه حیال کنه چی پاگل گنو کی نه ہے آوتی جواب دیگا وقت زان من چوکی بچکان دستبندی کنم که ده بیاین تو ما پایان یک شوکی چاپی بجنه لوتون بگوشم که ای حکم منی نه ای حکمی حقدار درستی واجهان هستن شاعر گوشی منا بل منا سوچ منا بلکه یک صدکگی نانی هم بهانی بلا منا هنچی شاگرد هسته و تی سغرات و بغرات متند مروچی افلاطون کمالان ظهورشاه پرش پهر بندند پاوت چاپی بجنید